شما میری تو رابطه که حالت خوب باشه دیگه، درسته؟ فکر کن یه مدت تنها بودی، تنها کافه رفتی، تنها سینما رفتی، تنها ورزش کردی، تنها زندگی کردی، تنها یه جای تصمیم میگیری میگی به یه آدم دیگه اعتماد کنم، بیارم تو زندگیم، 2 نفره بریم، خاطره قشنگ بسازیم، بگیم بخندیم، من این جوکایی که یاد گرفتم براش تعریف کنم، این همه شعری که خوندم بس برای کی بگم. پس می تو رابطه که حالت خوب باشه. اگر دیدی تو رابطه حالت خوب نیست، اگه دیدی اوکی نیستی، اگه دیدی به جوکات نمیخنده، اگه دیدی قدر شعرهایی که براش میفرستیون نمیدونه، اگه دیدی پیام صبح بخیر تو شب جواب میده، شب بخیر تو صبح جواب میده، بیا بیرون. چرا حال خودتو بدتر میکنی؟ با برای خود ارزش قائل باش. اون همه تنها موندی، صبر کردی که یه رابطه درست حسابی داشته باشی. اون همه مهمونی و دور همی، اون همه جاهایی که همه رفتن تو نرفتی، ارزش قائل شو. بخاطر اینکه با هر کسی چت نکردی، صحبت نکردی، دیت نذاشتی، ارزش قائل شو. به خاطر اون روزای سخت، اون همه تنها خوابیدنا، اون همه تنها فیلم دیدنا، با هر کسی تو رابطه نرو. بذار وقتی رفتی تو رابطه کنارش حال دلت خوش باشه. بذار وقتی داری نگاهش میکنی چشات برق بزنه و بگی ارزش داشت این همه صبر کردم. چیزی بهت بگم که فراموش نکن، هر کسی رو توی اون قلبی که دلش نیامده قلب کسی دیگه یو بشکونه راه نده.